بسم الله الرحمن الرحیم. دوازدهم در درس نام الحکیم الله سبحانه و تعالی در دوازدهم نقطه رسیدیم که در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. در نقطه دوازدهم میگه که و هو ذو الحکمت الذی حکیم فی تقدیره و تشریعه و سایر افعاله. یعنی ما و شما گفتیم که در صفت الحکیم الله سه نقطه اساسی بود. نقطه اساسیش که الحاکم بود و الحاکم الله سبحانه و تعالی را در 11 نقطه تشریح کردیم. دومیش ذو الحکمت است، یعنی صاحب حکمت است و در صاحب حکمت الله سبحانه و تعالی این 12همش اینه که یعنی ذاتی که دارای حکمت است. الذی حکیم فی تقدیره، او ذاتی که با حکمت است در تقدیرش، چیزی را که تقدیر کرده با حکمت خود تقدیر کرده، و تشریعه و چیزی را که تشریع کرده، حلالش، حرامش، جایزش، ناجایزش، حق و باطل، هر چیزی را که الله متعال تشریع کرده گفته اینی مشروع هست اینی نامشروع هست، این کل از اینا چی هستن؟ تمام از اینا به اساس حکمت الله سبحانه و تعالی و سایر افعاله و احکامه، و در تمامی افعال و احکامش الله سبحانه و تعالی با حکمت است. الله متعال میگه ولقد جاءکم من الانباء ما فیه مزدجر حکمت بالغه فما تغنی النذر، یعنی در این بسیار حکمت بسیار بزرگ می باشد. در سوره قمر آیت 5 شما بخونین. علامه صالح آل شیخ چی میگه؟ این میگه فالله جل و علا حکیم بمعنى ذو الحکمه. میگه الله سبحانه و تعالی حکیم است به معنای ای که دارای حکمت است فی افعاله، یعنی دارای حکمت از در افعالش، فی خلقه در خلق کردنش، فی شرعه و در شریعتش، فی قدری در تقدیرش، كل ذلك وفق حکمت الله جل و علا. میگه تمام از اونا مطابق حکمت الله سبحانه و تعالی است. الحکمه، حکمت چی است؟ وضع شیء فی موضعه الموافق للغایات المحموده منه. حکمت یعنی گذاشتن چیزی که موافق به امو اهداف است. یعنی الله سبحانه و تعالی هر هدفی که داره از تقدیرش، از افعالش، از احکامش، او دارای حکمت است، یعنی او رو در جای مناسبش میگذاره. پس علامه آل سعدی ای در تفسیر خود چی میگه؟ میگه الحکیم هو الذی له الحکمت العلیا. میگه الحکیم ذاتی هست که دارای حکمت بسیار عالی هست فی خلقه و امره الذي احسن كل شيء، در خلق کردنش و عمل کردنش. او ذاتی که همه چیز بسیار با زیبایی خلق کردن. فلا یخلق شیئا عبثا، یعنی چون همه چیز با اساس حکمت است پس هیچ چیز را به عبث خلق نکردن. ولا یشرع شیئا سدى، و هیچ چیز را عمود بیهوده تشریح نکرده. الذي له الحكم الاولى والآخره، ذاتی که دارای حکم اولی و آخری است. وله الاحکام الثلاثه لا یشارکه فیه مشارک، سه حکمی که در روی هیچ کسی در او با امر از او شریک نیست. فیحکم بین عباده فی شرعه و فی قدره و جزائه، در کلش، در شریعتش، در تقدیرش و در جزایش. خب علامه سعد بن عبدالرحمن الندا چی میگه؟ میگه فالله الحکیم الذی له الحکمت التامه، ذاتی که دارای حکمت بسیار زیاد است. 13 نقطه و پس این صفت الحکیم اول به معنای الحاکم بود، دوم به معنای ذو الحکمه، و سومی چی؟ به نام محکم. محکم چی معنی؟ در 13 ما و شما میخوانیم که میگه که هو المحکم لخلق الاشیاء باتقان التدبیر، به اتقان التدبیر فيها و حسن التقدیر لها. یعنی الله سبحانه و تعالی بسیار دقیق است، یعنی محکم و یعنی بسیار استوار و دقیق است در چی؟ در خلقت اشیاء، یعنی خلقت اشیاءش
با بسیار دقت و با بسیار قوت و با بسیار استواری و پایداری هست. لخلقش به اتقان تدبیر، با ای که تدبیرش بسیار با اتقان است، بسیار با اونمو استواری و دقت است و حسن تقدیر لها و حسن تقدیر. الله سبحانه و تعالی میگه و ترى الجبال تحسبها جامده، میگه تو همین کوه ها رو میبینی فکر میکنی که اینا جامد هستن و هی تمر مر السحاب، میگه همین کوه ها تو حرکت دارن مثل که امی سحاب چی رو میگن؟ ابرها. شما ابرها رو میبینید که حرکت دارن؟ بله. الله متعال میگه که الله متعال با اتقان اینمی کوه ها را هم خلق کرده مثل امی ابرها، اینا هم در حرکت هستن، لکن شما او را فکر میکنید که جامد هست. صنع الله الذي اتقن كل شيء، میگه این صنع الله هست. صانع از کی است؟ الله هست که هر چیز با بسیار اتقان، با بسیار دقت و با بسیار قوت و با بسیار استواری خلق کرده. انه خبیر بما تفعلون، الله بسیار با خبر است از آنچه که شما میکنین. یکی از علما به نام ابو اسلام احمد ابن علی کتابی داره به نام اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی المرکبه فی القرآن الکریم. او میگه هو الذی له کمال العلم و احسان الفعل و اتقانه. میگه الله سبحانه و تعالی الحکیم است. چی معنی الحکیم؟ یعنی ذاتی که کمال علم و احسان فعل و اتقانش داره، یعنی میگه علمش کامل است و فعلی که الله سبحانه و تعالی میکنه این فعلش چی است؟ بسیار با احسان و نیکی هست و اتقانه، این بسیار با استواری و با دقت این فعل انجام میده الله سبحانه و تعالی. خب به این شکل علمای دیگر چی میگن؟ علامه بیهقی رحمت الله علیه چی میگن؟ میگه الحکیم هو المحکم لخلق الاشیاء، میگه ذاتی که بسیار با دقت و با اتقان چی میکنه؟ در خلقت اشیاء است. و معنی الاحکام لخلق الاشیاء، میگه معنای احکام چی هست؟ انما ینصرف الى اتقان التدبیر. اینا میگه این وقتی که میگه محکم احکام چی معنی؟ یعنی به این معنی که عمود تدبیرش بسیار با استواری و پایداری و دقت است و حسن تقدیر لها، یعنی با تقدیر بسیار زیبایی برای هست. پس ما و شما خلاصه فهمیدیم در صفت الحکیم الله 3 نقطه بسیار مهم. اول که الله سبحانه و تعالی الحکیم است، یعنی حاکم است که او تعیین میکنه حق، باطل، حلال، حرام، جایز و ناجایز الله تعیین میکنه، نباید کسی را در صفت الله شریک بسازیم. الحکیم به معنای ازی که او حکمش نافذ است در دنیا و آخرت، و او الحکیم به معنای حاکمه که قاضی هست، قضاوت میکنه در دنیا و آخرت. دومیش گفتیم الحکیم به معنای صاحب حکمت، یعنی ذات با عظمتی که تمام افعالش و تمام تقدیرش و اوامرش به اساس حکمت است. و سومی نقطه الحکیم به معنای محکم، یعنی ذاتی که هر فعل که انجام میده با بسیار اتقان و دقت و بسیار تقدیرش و اوامرش و کلش با اتقان و با دقت و با حسن تدبیر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.